در مؤسسه‌های تعلیمی مرکزی ولایت با مقصد مشغول نمودن خوانندگان در دوره تعطیل زمستانه سلسله چهاربینی‌ها راه اندازی گردیده است. بنا به معلومات شعبه معارف شهر خوجند در دوره تعطیل زمستانه گذراندن درس‌های علاوگی برای خوانندگان بالیاقت برای آماده نمودن آنها به المپیادها، جانب نمودن کار محفل‌های مؤسسه‌های تعلیمی و مرکزهای تحصیلات علاوگی، تشکیل اکسکورسیاهای خوانندگان صنف‌های بالایی به آثارخانه‌های جمهوریوی به نام باباجان غفورов، قصر مدنیت ارباب، آرت گالری سامانیان، مجمع فراغتی باغ کمال خوجندی، جلب خوانندگان به نمایشنامه‌های تئاتر دولتی موسیقی و مسکوی به نام کمال خوجندی و تئاتر تماشابینی نورس و غیره ها پیش بینی شده است. همچنین گذرانیدن آزمون‌های گوناگون پیش بینی گردیده، از جمله دور نهایی آزمون بهترین خوشنویس در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 23 شهر خوجند صورت گرفت. در آزمون مذکور 350 نفر غالبان دور مکتبی آزمون از روی 3 نومیناسیون، یعنی برای خوانندگان صنف‌های 1 و 4 تحت عنوان من زیبا می‌نویسم، برای محصلین صنف‌های 5 و 7 خوشنویسی زیبای پرسیست و بین طالب علمان صنف‌های 8 و 11 تحت عنوان قلم سبز با هم رقابت نمودند. بعد معین شدن غالبان آنها با افتخارنامه و تحفه‌های خاطره‌ای قدرشناسی خواهند شد. جایز به ذکر است که هدف آزمون غنی گردانیدن معنویات خوانندگان، تربیت آنها در روحیه افتخار ملی و تندرستی، گرامی داشت ارزش‌های ملی و عمومی بشری، خوشنویسی و خوشبیانی و جلب هرچی بیشتر خوانندگان به بی‌خطایی و زیبا نوشتن به حساب می‌رود.